فوتبالیستا. بالاخره مسابقات فوتبال جوانان کشور آغاز شد. با اینکه تیم امید با مقاومت شدید خط دفاعی 8 نفره هاکاها روبرو شد، ولی موفق شد این تیمو شکست بده. این به راستی اولین پیروزی بزرگ تیم امید بود. حالا اونا باید آماده مبارزه با تیم‌های قوی تری بشن. یه خورده دیگه مونده. نمیدونم تیم یوراساکی چه جور تیمیه. اگر یک کمی درباره‌شون بدونیم بهتره. پدر من مدت زیادیه که در حال تحقیق درباره تیماست. لیست محرمانه شامل بیشتر تیم‌های فوتبال شرکت کننده در مسابقات محلی، ولی اسم تیم یوراساکی دیده نمیشه. شاید اونا تازه کارن و اونقدر قوی نیستن که جلب توجه کرده باشن. پس بازی دومو به راحتی میتونیم ببریم، درسته؟ احساسم بهم میگه که اونا تیم بسیار قوی هستن. خب ما هم به همین دلیل این همه راه برای تحقیق اومدیم اینجا. اگه احساست اشتباه باشه و حدس بیخودی زده باشی، میتونی مسئولیتشو به عهده بگیری. این منصفانه نیست. من بازیکنان تیم فوتبال یوراساکی رو نمیبینم. احتمالاً تیم زیاد خوبی نیستن، چون قبل از مسابقه رسمی انگار تمرین نمیکنن. حتی توی راست میگه، احتمالاً ارزش اینو نداشته که این همه راهو تا اینجا بیان. گوش میدی اونا چی میگن کاکرو؟ طوری شده؟ باشگاه فوتبال یوراساکی. اینا رو کی میخواد بپوشه؟ ما میپوشیمشون. چرا تعجب کردیم بچه‌ها؟ یعنی فوتبال بازی کردن ما اینقدر عجیبه که شما ماتتون برده؟ شماها اینقدر قوی و نیرومندی که من نتونستم باور کنم. اصلا فکر نمی‌کردم شما هم سن ما باشین و قراره با همه مسابقه فوتبال بدین. واقعا جالبه که میتونین یه ماشین رو متوقف کنین. خیلی خب دیگه، اینا چیزایی هستن که ما از زیر دریا صید کردیم. حالا با همدیگه میخوریمشون. آی به به جانمی. کاکرو چی شده؟ بچه حس میکنم ما امید رو گول زدیم، چون بهش نگفتیم که ما بازیکنان تیم امید هستیم. این اصلا مهم نیست. با اینکه موفق نشدیم تمرینشون رو ببینیم، ولی اقلا فهمیدیم که چقدر قویه. به نظر نمیرسه اصلا تمرینات زمینی انجام بدن. باید خوشحال باشیم که اونا دومین حریفمون هستن. خب من برمیگردم و حقیقت رو بهشون میگم. کاکرو وایستا، لازم نیست این کارو بکنی. این صداقت بیش از حد کاکرو رو نمیدونم چی کار باید کرد. به نظر من اشتباه کردیم که کاکرو رو با خودمون آوردیم. الان میره و همه چی رو به اونا میگه. امروز باید درست حسابی تمرین کنیم چون روز مسابقه نزدیکه. باشه. اجازه نده حریفت نزدیک بشه. بذارین منم بهتون ملحق بشم. ما بچه های تیم فوتبال امید مدرسه کیتاهارا هستیم که شما قراره باشون مسابقه بدید. چی؟ تیم امید کیتاهارا؟ پس اومده بودین جاسوسی ما رو بکنی؟ شما دست به چه حقه های کثیفی میزنی؟ ما خیال فریب دادن شما رو نداشتیم. باید بندازیمش تو دریا. ایدئو درست میگه. علاوه بر قدرت، سرعت هم لازمه. عجب ضربه‌ای. چه شوت فوق‌العاده‌ای. قدرت بدنیشون خیلی خوبه. میخواین شما هم یه امتحانی بکنید؟ ولی حتما. احتمالاً بار اول نمیتونی انجامش بدی. کاکرو تو کجا هستی؟ کجاست؟ اگه غرق شده باشه بدبختیه. من اینجا.
این چطوره؟ اون حریف خوبی برای امیه، مثل اونم شوت میکنه. روز بسیار خوبیه. دومین مسابقه از سلسله مسابقات قهرمانی فوتبال محلی جوانان ژاپن در شرف انجام. بهتره مبارزه کنیم. ما خیال داریم این بازی رو ببریم. باشه. ما نمیتونیم این بازی رو ببازیم چون تمام امید و آرزوی تیم ماهیگیران به این بازی بستگی داره. ما خیال نداریم از خجالت عرق بریزیم و گریه کنیم. حاضرین؟ تو نمیتونی عبور کنی. به حملاتشون ادامه میدن ولی مرتب راشونو سد میکنن. اونا به زمین یوراساکی مثل امواجی که به سر یورش میاره حمله میکنن. این غیر منتظر است، واقعا غیر منتظر است. دروازه‌بان یوراساکی چه انعطاف و حرکاتی داره، مثل آکروبات بازه توپو میگیره. یه دقیقه صبر کنین. طبق اطلاعاتی که الان به دستم رسیده دروازه‌بان یوراساکی مشهور به ماهی پرنده است. توپو هر جا که بفرستین ماهی پرنده اونو میگیره. ما همیشه یه قدم از تیم یوراساکی عقبیم. استقلالی که در تمریناتشون دیدیم اینجا در بازیشون منعکسه. اونا از قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای برخوردن. باشه خودم ترتیبشو میدم. مامانم مراقب شماره 10 باش. کلاشو میگیرم. اصلا برو کنار وگرنه صدمه میبینی. کلاشو میگیرم. ما ممکن نیست ببازیم. بکشین جلو. من دارم میرم. بذارش محته من. مامورو و ناوتو مراقب اومی هستن، میخوان جلوی سرعت زیادشو بگیرن. بریم کنار. میخوام جلوتو بگیرم. اگه دوتایی با هم دیگه کار کنیم ممکنه بتونیم متوقفش کنیم. هر طور شده باید جلوشو بگیرم وگرنه بچه‌ها روحیه‌شون از دست میدن. ما روحیه خوب تیممونو به نمایش میذاریم. ما به هر قیمتی شده باید ازشون ببریم به خاطر خانواده هامون و اعضای تیم امید. میگیرمش. ما موفق شدیم. باید از تو تشکر کنیم امید. ما روز حساب میکنیم. نیمه اول بازی به پایان رسید. 5-1 بر تیم فوتبال باشگاه یاماگوچی پیروز بشه و بازیکنان نانیو برای تماشای این بازی همه اومدن اینجا. یوراساکی 2-0 جلوه. خب تیم امید هنوز نتونسته قدرت اومی رو کنترل کنه. یوسوجی مگه تو به ما نگفتی در دوره سوم با تیم امید روبرو میشیم؟ هنوز نیمه دوم بازی باقی مونده. ما اگه اینطوری بازی کنیم خدا میدونه اونا چند تا گل دیگه باز ممکنه تو به ما نمیتونی بزنن. به ما بگی چطوری میشه جلوی این هیولا رو گرفت؟
ما با این تکنیک نمیتونیم شکستشون بدیم. حتی اگه 2 برابر هم سعی کنیم بازم نمیتونیم ببریمشون. ما تا یه فکر راجب و ماهی پرنده نکنیم نمیتونیم بهشون گل بزنیم. اگه اونا بازم گل بزنن واقعا آبرومون میره. مهم نیست. اونا فقط 2 تا گل زدن. روحیتون از دست ندید. واقعا که خیلی خوشبینی کاکرو. هرچی فکر میکنم ببینم نمیتونیم کاپیتان مقتدرشون رو مهار کنیم. پس داری به ما میگه که یعنی خودمون رو برای باخت آماده کنیم؟ نه خیر. ما یه جوری باید بهشون گل بزنیم. چطوره با روش بازی تیمیشون مبارزه کنیم؟ آخه بین ما چه کسی اونقدر قویه که بتونه باهاشون در بیفته؟ خب ما یکی داریم، اونهاش اونجا. رو قدرت من اصلا حساب نکنی، شرمندم. جریان چیه؟ به نظر میرسه کاشیرو در نیمه دوم داره به جای مدافع مامورو به زمین میاد، ولی تیم امید واقعا تو دردسر افتاده. آیا اونا قادرن با ورود کاشیرو از این بحران نجات پیدا کنن؟ من فکر میکنم نتیجه این بازی کاملا روشنه. نه، حالا بازی خیلی جالب میشه. میخوام گل سرنوشت سازم و بزنم. خوب به ضربم نگاه کنیم چون انقدر نیرومنده که یک موج بزرگ به وجود میاره. چه اتفاقی داره میفته؟ عالی بود کاشیرو. متشکرم. چه شاکاری! تیم امید از شیوه عملیات 2 نفره داره استفاده میکنه. خب بچه خوشحال باشی. باشه. بالاخره متوجه شدن که شیوه بازی متوسط به درد نمیخوره. قدرت بر علیه قدرت. بازیکنان امید دارن روحیه خوبشون رو به دست بیارن. مشکل باقی مونده فقط اینه که چطوری به دروازه ماهی پرنده حمله کنن. بهتره ضد حمله کنیم. دروازه‌بان منتظره. تیم امید با خونسردی جلو میره. ها، کاکرو از دفاعی حریف میگذره. فقط ماهی پرنده و یه دفاع در مقابلشن. کاکرو توپو به کجا میفرسته؟ ها، این تاکشیه که منتظر توپ کاکرو بود. ضربه امید رو داخل دروازه رفت. من میخوام تمام قدرتمو بذارم روی این توپ. یه توپ آسون. این غیر ممکنه. حالا فهمیدم چرا این کارو کردن. تاکشی نقش یه تومه رو بازی کرد تا کاکرو بتونه سرعت ضربه‌شو 2 برابر کنه. چه شیوه جالبی. حالا تیم امید با روحیه خوبش در مقابل تیم یه نفری اومی قرار داره. از حالا به بعد بازی بسیار جالبی خواهد. عالی بود کاکرو. تو به نقطه ضعف تیم یوراساکی پی بردی. باجامه تو چی کار میتونی بکنی؟ کاشیرو امکان نداره من به زور شکست بخورم. حالا که خاردی. کاکرو یه پاس بلند خوب بگیر. میخوام گل بزنم. ماهی پرنده اگه میتونی بپر. زود باش. لعنتی. شوت. عالیه. نتیجه بازی مساویه. خیلی خوب، ظاهرا بازی داره خشن میشه. حالا معلوم نیست کدوم تیم برنده میشه، یوراساکی یا تیم امید. وقت داره تموم میشه. آخرین فرصت تیم امید برای حمله است. امید به افراد خط دفاعیش ملحق میشه و سعی میکنه از دروازه دفاع کنه. خطای تیم یوراساکی. حالا تمام بازیکنان امید میخوان به حریف حمله کنن. معلوم نیست از چه شیوهی استفاده میکنن. از دیوار دفاعی. این یه فرصت خوب برای ضربه زدن ضربه آزاده، ولی گل دیده نمیشه برای اینکه یوراساکی دیوار دفاعی خیلی خوبی ساخته. کاکرو میخواد شوت کنه. چی شد؟ کاشیرو باشه. توپ مال منه.
به شکستم اعتراف میکنم کاکرو. فکر میکردم که یه پاس خوب میتونه مسابقه فوتبال ببره. اصلا فکر نمیکردم توسط تیم امید به این سادگی شکست بخوریم. ما حالا باید همه چی رو دوباره از اول شروع کنیم. ما فقط شانس آوردیم. امیدوارم از نانیو شکست نخوریم. ما سعی میکنیم اونا رو شکست بدیم. یوسوجی ها؟ چه اتفاقی افتاده؟ رنگت پریده. هیچی نشد کاکرو. ما بالاخره توی زمین با هم روبرو میشیم. من هرگز فکر نمی کردم تیم امید تبدیل به همچین تیم خوبی بشه، ولی خیال دارم شکستتون بدم. میخوام هرچی نیرو دارم برای شکست دادن شما استفاده کنم.